سلام رفقای گلم، حالتون چطور؟ امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم به این سوال مهم جواب بدیم که آیا من اگه میخوام مکالمه انگلیسی رو یاد بگیرم حتما باید گرامر انگلیسی رو هم یاد بگیرم در کنارش، یا نه اصلا بدون گرامر هم میتونم این کار رو انجام بدم؟ اول بیایم این سوال رو ریشه یابی کنیم که چرا مردم از گرامر بدشون میاد. شما نظراتتون رو بهم تو کامنت بود، چرا از گرامر بدتون میاد، به خاطر چیه؟ اما دلیل اصلیش این هستش که نظام آموزشی طوری طراحی شده که شما به صورت کامل گرامر رو توی مدرسه یاد نگیری. چرا؟ چون با کلاسای بیرون بری، در حال اونا هم باید از یه جای کسب درآمد بکنن دیگه. اوکی، این هم مثلا ما دانشجوی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات زبان انگلیسی داریم، در حال اینها باید یک جای مشغول به کار بشن دیگه. به خاطر همین توی مدرسه زیاد نمیان تمرکز 1000 بذارن روی اینکه دانش آموز 100% زبان رو بخواد یاد بگیره، و همینطور تدریس به شیوهی هستش که شما همیشه نیازمند باشید. که چی؟ شما همیشه نیازمند باشین که آقا این یک گیره اون وسط باشه، و گرامر اونجا کامل درس داده نمیشه. و همینطور اون گرامری که اونجا درس داده میشه به صورت کاربردی نیست آخه. یعنی خب خودم مدرسه بودم که دیدم دیگه گرامر چطوری تدریس میشد. آقا اینو اینجوری بنویسید، این هم اینجوری بنویسید، این میشه مثلا حال ساده. این اینجوری بنویسید، این اینجوری بنویسید، این میشه مثلا حال کامل. بیشتر حالت فرمولی داشت، یعنی میگم یک فرمول تحویل دانش آموز میدادن. خب اونم بنده خدا 0 نمیدونست، همه که پولدار نبودن. مثلا من خودم تا قبل از که بخوام رشته زبان رو برم اصلا کالج نرفتم، یعنی کلاسای بیرون رو نرفتم، چون شرایط مالی آنچنانی نداشتم که بخوام برم کلاس زبان. و خیلی های دیگه اینطوری هستن. و خب دانش آموز سر مدرسه تو مدرسه 0 نمیفهمن چی داره میگه. الانم که دیگه بدتر کردن نسبت به گذشته و اصلا کلا نگم براتون. پس این سیاست آموزشی هستش که افراد از گرامر متنفر شدن. حالا جواب سوال این که آیا گرامر لازم هست یا لازم نیست برمیگرده به اون هدفی که شما انتخاب کردین. نکنید بچه‌ها، گرامر در هر صورت لازمه، اما اگر که فقط میخوای یک مکالمه روزمره رو یاد بگیری، یعنی صرفا فقط یک مکالمه رو میخوای یاد بگیری، خب میای چیکار میکنی؟ میای فقط اون گرامرهای پایه‌ای رو یاد میگیری، مثل مودال ورب ها، مثل منفی کننده فعل، مثل حال ساده، حال استمراری، آینده ساده، یا مثلا منظورم از آینده ساده همون آینده با ویل و گوینگ تو، و همینطور گذشته ساده رو یاد میگیری. یعنی فقط همین ها برای یک مکالمه ساده یا روزمره دم دستی کار شما رو راه میندازه. اما اگر که میخوای آیلتس یا تافل بگیری، یا مثلا میخوای توی مثلا حوزه های کاری به قول معروف همون ویزای کاری میخوای بگیری، یا مثلا ویزای تحصیلی میخوای بگیری، لازم هستش که شما 100% گرامر رو یاد بگیری. حالا بیا بررسی بکنیم که اگر بیای گرامر رو 100% یاد بگیری، چون کسی که میخواد مکالمه روزمره داشته باشه، چون کسی که میخواد توی امتحان آکادمیک شرکت بکنه، آیلتس یا تافل بگیره، یا مثلا بدون ویزای کاری و تحصیلی هر چیز دیگه، چه مزیت‌های این گرامر بهش میده؟ مزیت اولش این هستش که شما یک ارتباط به شدت قدرتمند با افراد انگلیسی زبان خواهید داشت. یعنی به طوری هستش که شما مثلا وقتی که ساختار رو کامل بلد هستی، یعنی میدونی که الان باید چه گرامری استفاده کنید توی مکالمتون، خب خیلی واضح و روشن پیام خودتون رو به طرف مقابل میرسونید. از طرفی این گرامری که من دارم صحبتشو دارم میکنم، حتی خود انگلیسی زبان‌ها هم یه جایی از گرامر رو مشکل دارن، مثل همونطور که ما خودمون بعضی وقتا توی فارسی سوتی میدیم. یعنی اصلا بعضی وقتا جمله بندی های ما بر اساس ساختار زبان فارسی نیست. اوکی، فعل این ور، فاعل اون طرفه، اصلا مسند این ور، اصلا هیچ چیز سر جای خودش نیست. اونجا هم همینطوری هست. یعنی خیلی ها هستن که گرامر رو کامل بلد نیستن و خیلی چیزها رو حذف میکنن، کم میکنن، این ور اون ور میکنن، جابجا میکنن و از اینجور صحبت ها. اوکی، و از طرف وقتی میبینن که آقا شما گرامر درسته و خیلی خوب داری صحبت میکنی، مثل ما که مثلا یه نفر خیلی با کلاس صحبت میکنیم، میگیم او چباله. خب اونجا هم همینطوری هم. وقتی اینا یه نفر داره با گرامر کامل صحبت میکنه، ناخودآگاه بهش احترام میذارن، باهاش حال میکنن، بهش احترام میذارن، باهاش حال میکنن. همین احترام گذاشتن و باهاش حال کردنه باعث میشه یه دایره ارتباطی قوی برای شما شکل بگیره. 1 2 اعتماد به نفس شما کم کم بیاد بالا. کسایی که مشکل اعتماد به نفس دارن میتونن این کار رو انجام بدن.
یعنی با کلاس صحبت کردن، مرتب صحبت کردن یکی از چیزهایی هستش که اعتماد به نفس شما رو پله پله میاره بالاتر. روانشناس هم شدیم برای خودمون و تاثیر مستقیم روی اعتماد به نفس شما میذاره. همینطور شما میتونید چیکار بکنید؟ فیلم ها، کتاب ها، آهنگ ها رو خیلی راحت متوجه بشین. دیگه لازم نیست مثلا دارم میگم بیاین فقط آهنگای مثلا دارم میگم فارسی گوش بدین، شما خونتون مورچه داره گوش بدین، اوکی، میتونید آهنگای خارجی گوش بدین. حتی اگه تمرین شما زیاد باشه میتونید خیلی راحت آهنگای امینم هم متوجه بشین. میدونین که امینم ارزم به حضور یکی از بزرگترین رپرهای دنیاست و بزرگترین دایره لغوی رو امینم داره. یعنی شما میخواید این سری لغت‌هایی پیدا بکنید که مثلا توی زبان انگلیسی کاربرد داشته باشه، آهنگ‌های امینم سرشار از لغت‌های انگلیسی هستش که شما بهشون نیاز پیدا میکنید. و هر حال اوکی، همینطور گرامر کامل به شما کمک میکنه که نوشتار قوی داشته باشید. این نوشتار قوی توی بحث ویزای کاری خیلی کمکت میاد. میدونی چون ساختار کامل بلدی و میتونی یک رزومه کاری فوق‌العاده بنویسی بدون هیچ غلطی، احتمال قبول شدنت بیشتر میشه نسبت به اون کسایی دیگه که رزومه کاری فرستادن. حالا چون گرامرت کامل هست یه سری میدن دست مترجم، اما اینکه خودت بخوای بنویسی با اون ساختاری که خودت یاد گرفتی به صورت 100% خیلی بهتر هستش. از کجا من اون مترجمی که اون کار رو انجام میده نزنه گوگل ترنسلیت؟ از کجا میخوای متوجه بشی؟ اما اگر خودت گرامر رو کامل یاد داشته باشی میتونه خیلی راحت رزومه کاری رو بفرستی، میتونه خیلی راحت ایمیل بزنی، میتونه خیلی راحت نامه بفرستی و حتی با اون کسی که داره اونجا از شما امتحان میگیره راحت صحبت بکنی و امتیاز قابل قبولی بگیره و امتیاز خیلی خوبی رو اونجا دریافت بکنی. پس این گرامر که شما بخواید کامل یاد بگیرید همچین مزیت‌هایی رو هم بتونید. چند تا مزیت دیگه هم هستش که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن و اینها به صورت ناخودآگاه به شما اعطا میشه بعد از یاد گرفتن کامل گرامر. اولیش این هستش که شما تسلط بیشتری پیدا میکنین روی زبان مادری خودتون. از اونجایی که با ساختار جمله آشنا میشین، جملات مرتب‌تری رو میتونید توی زبان مادری خودتون ایجاد بکنین و تسلط شما روی زبان مادری کامل‌تر میشه. اوکی، همینطور شما میتونید روی زبان سوم، چهارم، پنجم، ششم خودتون رو هم تمرکز بکنید و اونجا شما فقط کافیه یه جایگذاری ساده انجام بدین. چرا؟ چون شما قواعد زبانی رو میدونید، باهاش اخت گرفتید، آشنا شدین، فقط میخواد که کلمات، جملات رو با همدیگه چیکار کنین؟ جابجا بکنید. یه هیچ دغدغه‌ای دیگه اونجا برای شما ایجاد نمیشه. همینطور اگر در جریان باشید در سراسر اروپا و آمریکا نسبت به کشورهایی که توی مثلا آسیا هستن شوهای کمدی خیلی زیادی داره برگزار میشه، مثل مکس امینی، مثل ماز جبرانی. اینها شوهای کمدی فوق‌العاده جذابی رو ایجاد میکنن و یکی از چیزهایی که توی شوهای کمدی زیاد هستش، توی همین استندآپ کمدی ها زیاد هستش، یکی طعنه ها هست. یعنی وقتی یک چیز رو به طعنه صحبت میکنن و وقتی که صحبت ها دو پهلو میشه، کمدی های خیلی جذابی رو میتونن ایجاد بکنن و اگر شما گرامر رو کامل بلد باشین، خب میدونید چی دارم میگم، خیلی راحت میتونید دو پهلو بودن یک منظور رو متوجه بشین، دو معنی بودن اون جمله که داره طرف مقابل میگه رو متوجه بشین و همینطور میتونید طعنه هایی که صحبت های طعنه‌آمیز که توی اون شوه داره زده میشه رو متوجه بشین. این کلیت مزایای یادگیری گرامر بود. پس رفقای گلم اگر که میخواین زبان انگلیسی یاد بگیرین، گرامر بخشی از زبان انگلیسی هستش، اما بهتر اون هستش که شما گرامر رو 100% یاد بگیرین. اگر میخوای گرامر زبان انگلیسی رو یاد بگیری و همینطور مکالمه انگلیسی رو هم میخوای یاد بگیری، فقط چنل منو سابسکرایب داشته باش. من توی همین چنل خودم گرامر رو دارم آموزش میدم، مکالمه رو هم دارم آموزش میدم، بدون دغدغه، بدون دردسر، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون هزینه، نه تو کوچکترین هزینه، فقط پول اینترنت داری میدی دیگه، درسته؟ با کمترین هزینه میتونی زبان انگلیسی رو کامل یاد بگیری. امیدوارم هر جایی که هستی حال دلت عالی باشه. بریم تو کامنت ها بگون که از کدوم مزیت بیشتر خوشتون اومد و کدوم مزیت گرامر میتونه بیشتر توی یادگیری زبان انگلیسی کمکت بکنه. امیدوارم توی ویدیوی بعدی تا هم با من باشی. خدا نگهدار.